بحث ساماندهی اتباع این روزها خب مسئله هستش که باش درگیر هستیم. روندی که در این چند ماه و این چند روز طی کردیم رو چقدر باش موافق بودیم؟ من باش مخالفم. من از اولم گفتم به کرات، با استاندار، با همه گفتم ما باید مثل غربی چجوری مهاجر میپذیرن؟ بالاخره برای مدیریت و کنترل اینها نظارت دارن، کارت دارن و اصلا پاسپورت ایران براش ارزش نداره که ما داریم عکس عمل میکنیم، میگیم همه اینا برن بیرون، پاسپورت بگیرن بیان تو، یا بیرونش کن که دیگه نیاد، یا اگه میگی بیاد و دیگه همینجا هست دیگه. ضمن اینکه شما دسته‌بندی میکنید کسی که اینجا متولد شده بچه‌اش، کسی که اینجا پیر شده، کسی که اینجا 20 سال 30 سال داره کار میکنه. در پیشنهاد من برای ساماندهی اینا هر کسی که مدرک داره فلان هست باشه. حتی ما میتونیم این رو به شکلی در بیاریم لازم شد تابعیت هم بگیره. مگه تو آمریکا نگرفتن؟ طرف می تابعیت میگیره. بنابراین اینها رو ما باید در واقع صیانت کنیم. اینا بخشی از ایران شهرن. یه عده اصلا از 3 سال قبل به اینور اومدن، هیچ مدرکی هم ندارن. همینا باید بیرون شن. مگر اینکه یک شهروند ایرانی معتبر اینها رو تعهد کنه. همون کاری در امارات میکنن، در عمان میکنن. چرا؟ چون شرایط در افغانستان خوب نیست. ولی یه بچه 12 ساله 10 ساله اینا رو بزنن بریزی بیرون، زنشو ببین اصلا این کاره با اخلاق ما، با آرمان‌های ما، با اون چیزی که عما تصور دارن، اینا به خونه ما پناه آوردن. ما باید کمک کنیم اینا ساماندهی بشن.